18 اپریل سال 2023 تخمین ساعت 18:30 راننده автомашین تمغه چنخو لطفی‌شویف عبدالرحمن سال تولدش 1969 ساکن نویه شغنان هنگام حرکت از سمت شهر خورو به سمت نویه شغنان در حدود محله تم از عهده دوره واسطه نقلیات نبر آمده دوچرخران نابالغ دولت نظروف فریدون سال تولدش 2014 ساکن شهر خورو را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ دولت نظروف فریدون جراحت وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه بردن در راه به هلاکت رسیده است. اوید با حادثه مذکور سنجش ادامه دارد. و شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در نویه سینا با عریضه مرد 68 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که ماه یولی سال 2022 مرد 53 ساله ساکن پایتخت با راه فریب به باوریش در آمده از او یک عدد اسباب برقی یا ترانسفورماتور را به مبلغ $25,000 امریکایی نرخ‌گذاری کرده گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغش را برمیگرداند، اما تا حال برنگردانیده است. همین طریق ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 38 ساله ساکن شهر ایصار همچون گمانبر در صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده با راه فریب و باوری زن 55 ساله ساکن نویه رودکی در آمده از او $3,600 امریکایی گرفته از زمین‌های خواجگی یاری رسان جماعت شهر شراره 6 ساتق زمین را جدا کرده داده است که زمین جدا کرده او به زمین‌های تامینات کشاورزی کورم منسوب بوده است و مبلغ گرفته‌اش را به منفعت شخصیش استفاده برده است. اوید بین حادثه ها تفتیشات ادامه دارد.